سرخط مهمترین خبرها: ادامه بحث و دعوا میان مخالفین حکومت در اروپا. بلژیم میخواهد یک زن تاجیک را اخراج کند و گروه حماس از شرکت در مذاکرات با اسرائیل دست کشید. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 15 آگوست سال 2024 است. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام اعلام کرد که از هیئت پیمان ملی ائتلاف مخالف حکومت تاجیکستان بیرون شد. رهبر این سازمان شراف‌الدین گدایف روز 13 آگوست تصمیم را به نقض اصول دموکراسی و مساعدت به تشکیل دیکتاتور در داخل پیمان ملی وابسته دانست. پیمان ملی که 6 سال پیش در ورشاو تشکیل شد و در تاجیکستان سازمان ممنوع است، تا حال واکنش نکرده است. قبلا مسئولانش در اطلاعیه گفته بودند که شراف‌الدین گدایف به سبب پیوسته بیرون شدن از حد وکالت روز 10 آگوست از شورای پیمان ملی رانده شد. شراف‌الدین گدایف برعکس ادعا دارد که او را بعد از طلب استعفای محیدین کبیری از رهبری پیمان ملی از شورا بیرون کردند. گدایف از آن ناراضگی دارد که 75% اعضای شورای سیاسی پیمان ملی تاجیکستان را اعضای حزب نهضت اسلام تشکیل می‌دهند و این وضعیت باعث شده که همه قرارها به نفع رئیس این حزب محیدین کبیری قبول گردند. کبیری رئیس پیمان ملی هنوز به این ادعا واکنش نکرده است. بحث و دعوا میان شراف‌الدین گدایف و رهبران پیمان ملی روز 10 آگوست سر زد. حکومت بلژیم تصمیم گرفته است یک زن تاجیک را از این کشور اخراج کند. حامیان حقوق دعوا دارند که ستاره ما ابراهیمووا به تاجیکستان فرستاده نشود چون احتمال دارد شکنجه و زندان شود. سازمان ز اینسایدر در گزارش مفصل خود درباره ستاره ما ابراهیمووا و نزدیکانش نوشته است که حکومت تاجیکستان می‌خواهد او را با پرونده‌های ساخته و از طریق اینترپل استرداد کند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره معلوم نیست. به نوشته اینسایدر ستاره ما ابراهیمووا به مسئولان خدمات مهاجرت بلژیم گفته است سال 2018 شوهرش را از اوکراین دزدیده به تاجیکستان فرستادند و به 23 سال زندان محکوم کردند. شوهر این زن به زرخریدی، تروریسم و عضویت در رویه ممنوع سلفیه گناهکار شده است. ستاره ما ابراهیمووا به مقامات بلژیم همچنین گفته است نام او هم در روی خط سیاه قرار دارد و اگر به تاجیکستان برده شود با شکنجه روبرو خواهد شد. خواهر این زن نیز قبلا به تاجیکستان استرداد و به گفته سازمان کمیته نجات گروگانان با جرم مساعدت به تروریسم به 7 سال زندان محکوم شد. کشورهای اروپایی در یک سال اخیر حداقل 3 پناهجوی تاجیک را اخراج کردند. گروه فلسطینی حماس اعلام کرده است که در مذاکرات نو برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه اشتراک نمی‌کند. قرار است مذاکرات تازه میان اسرائیل و حماس با میانروی قطر، مصر و آمریکا امروز 15 آگوست در شهر دوحه آغاز شود. اسرائیل قبلا اعلام کرد که نمایندگان خود را به این مذاکرات می‌فرستد. رهبران حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، با BBC گفتند که این گروه در گفت و شنیدهایی که اسرائیل در زیر پرده آن جنگ را دوام داده ایستاده است، اشتراک کردن نمی‌خواهد. نمایندگان این گروه گفتند خریطه راه و یک طرح مشخص اجرای سازش‌ها را دیدن می‌خواهند. یک عضو رهبریت حماس با BBC گفته است که این نقشه باید بر اساس پیشنهادهای در مهمه ارسال کرده رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن اساس یابد. در نقشه بایدن آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی پیش بینی شده بود. در همین حال کاخ سفید اعلام کرده است که صرف نظر از خودداری حماس از شرکت در مذاکرات، گفتگوها برگزار می‌شود. قرار است بعد پایان این نشست میان طرف‌ها با نمایندگان حماس صحبت کنند. حماس در حال از شرکت در مذاکرات خودداری می‌کند که 31 ایول رهبر سیاسی این گروه اسماعیل هنیه در تهران کشته شد و یحیی سنوار رهبر نوی حماس انتخاب شد. شبکه‌های اجتماعی برای مردم در جهان به یک منبع اساسی دریافت اطلاع و هم معاشرت تبدیل شده است. نظرها به استفاده شبکه‌های اجتماعی در جامعه تاجیکستان یکسان نیست. از جمله برخی‌ها استفاده از حد زیاد شبکه‌های اجتماعی را به ضرر کار می‌دانند. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه در همین موضوع پرسیدیم. در جامعه ما شبکه‌های اجتماعی نقش خیلی مهم و کلان دارند. مثلا اکانت‌های تعلیمی را پیدا کردن ممکن است که مصلحت می‌دهند چگونه در خارج تحصیل کردن ممکن است یا در آمریکا یا چی باید کرد تا زبان‌ها به مانند چینی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، حتی تاجیکی را بهتر آموزیم. شخصا من در اینستاگرام خود اساساً درباره چگونه در خارج تحصیل کردن، مثلا در آمریکا و چگونه نوشتن نامه‌های انگیزشی، اینچنین مرکزهای گوناگون تعلیمی به مانند امریکن سکول، امریکن سپیس معلومات میگیرم. صد جمله دیگه بازی است. او تاثیراتش عصب و به گودک ضرر میکنه. یعنی عموما منفی است. و
برای که ما به این شرایط حاضر هیچ گفتن نمیکنیم. تاثیر بد میکنه برای کودکان، برای چی که بازی من سپورت پلاتفرم وی کردگی جای بازی میکردگی جای بسکن است روان وای چیزو که مشغول شوند وقتی بیکاری چون با من خونه با من جای درس سوار میکردگی و هیچ دیگه روان وای چیزو که مشغول شوند این برای کودکان خوب نیست. برای بعضش فایده داره ممکن برای بسیارش ضررش بسیار расходش بسیار ممکن یعنی وقت بسیار میگیرن بچه یاش نمیخونن آروی همین شده با چیکارو هر کارو همین نمیشدنی مشغول میشن هیچ کلانسالان در کار نیست این چیزا تاثیر نقض میکرد اگر آدم سایتوی رنگی که چیزای راست نشون میتن آموزد نگاه کند بسیار تاثیرآور میشود بسیار چی هم میفهمد جهان بینیش دیگر میشود. اینها با جامعه ما مشکلی خیلی زیاد میارن از سبب آن که آدم ها بسیار با تلفن وقتی خودشون را صرف میکنن. من در فیسبوک بسیار برای خرید لباس ها برای یکم گپ های زیبا میزنن برای این چیزا تماشا میکنن. هر یکی ما و شما باید که برای منفعت خود این رو استفاده بریم شبکه‌های اجتماعی را نه بلکه بر مقابلی ما که منفی باشد. شبکه‌های اجتماعی با زندگی ما بسیار تاثیر کلان دارد. مثلا اگر شخصانی که با یکم بیزنس سرکار داشته باشند فقط با همین کارها اگر شغل باشند مثلا بیزنس های آنلاینی هست این با انسان با پیشروی ترقیات آدم به حد فایده زیاد دارد برای که از تبستک از پیشرو است از ترقیات است البته فایده دارد. مقامات تاجیکستان میگویند در 1.5 سال اخیر به کشور زیاده از 8.5 هزار ماشین برقی وارد شده است. طبق آمار رسمی سال 2023 به تاجیکستان 3316 و در 6 ماه اول امسال 5266 نقلیات برقی یا الکترومبیل آوردند. حکومت تاجیکستان از سال 2022 واردات نقلیات برقی را از پرداخت انداز و باج‌های گمرکی آزاد کرده است. شهرداری دوشنبه هم دستور داده است که تا ماه سپتامبر سال 2025 همه ماشین‌های تاکسی در پایتخت الکترومبیل باشند. ماشین‌های برقی به تاجیکستان اساساً از جمهوری مردمی چین آورده می‌شوند و نرخشان هم به گفته صاحبکاران نظر به یک سال گذشته ارزان‌تر شده است. اما بعضی صاحبان نقلیات‌های برقی از نبودن نقطه‌های برق‌دهی به خصوص در شاهراهای کشور شکایت دارند. وزارت معارف مغولستان اعلام کرده است که سر از آغاز سال نو تحصیل روسی دیگر زبان اساسی خارجی نیست و به جای آن خوانندگان انگلیسی را همچون زبان اساسی خارجی می‌آموزند. قبلا در اکثر مکتب‌های مغولستان زبان روسی تعلیم داده می‌شد. به گفته وزارت معارف مغولستان آموزش انگلیسی همچون زبان اساسی خارجی از صنف 3 آغاز می‌شود. امسال لایحه پرسن انگلیش به طور سنجشی در 100 مکتب راه اندازی می‌شود. زبان روسی در بسیاری از کشورهای سابق شوروی از جمله در تاجیکستان زبان معاشرتی بین ملت ها است و در مکتب ها نیز از صنف های اول تعلیم داده می شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 آگوست را فرا می گیرد. 15 августи соли 1945 бо қарори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ институти давлатии дусолаи муаллим тайёркунии Кӯлоб таъсис шуд, ки баъдан ба донишкадаи давлатии омӯзгорӣ табдил дода шуд. ин муассиса дар ибтидо дорои факултаҳои таъриху филология, физикаю математика, табиатшиносӣ ва ҷуғрофиё буд ва ҳоло ин муассиса донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ном дошта, дар он факултаҳои филология, журналистика то муносибатҳои байналмилалию информатика мутахассис омода мекунанд. мақомоти тоҷикистон моҳи августи соли 2018 симкортҳои телефонҳои мобили сокинонро пулакӣ карда нархи ҳар як симкортро 250 сомонӣ муқаррар намуданд.
این در حالی بود که در تمام جهان کارت تلفن موبیلی بپول یا با یک نرخ رمزی پیشنهاد شده مشتری تنها برای اینترنت و خرج صحبت و پیامک ها پول پرداخت میکند. مقامات ضرورت تامین امنیت و تحت نظارت نگه داشتن مخابرات شهروندان را ضرور دانستند. ساکنان از خرج برزیاد و سرسانی های به قیدگیری نوبتی شماره تلفن هایشان انتقاد کردند. بعد 20 سال از قدرت رانده شدن طالبان روز 15 اوگوست سال 2021 جنگیان کابل را اشغال کردند و با همین نظارت بر اکثر قلمروهای افغانستان دوباره به دست این گروه شورشی گذشت. هراس از ناامنی و پایمالشوی حقوق انسان به ویژه زنان و دختران از نگرانی‌های اساسی جامعه مدنی این کشور گردید. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1058 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید.